پیغمبر گفتن یکم کسی که در لعنت خدا گرفتار است انا همون کسی است که در دنیا بچه بازی میکنه، که با این وعیدهایی که الحال گفتم اونها گرفتار میشوند. و دومش کی است؟ دومش پیغمبر خدا گفتن و ناکح بیدی، کسی که با دست خودش حرام میکنه. اینها هم گفتن در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب داره در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنن اینها روز قیامت دستاشون حامله‌دار میشود. مثل زنی که حامله‌دار میشود دستای اینا حامله‌دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که با دست خودشان حرام میکردند. اینها در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باءة فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت دارین، پیغمبر گفتن شما زن گیرید، فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکنه. و من لم یستطیع، پیغمبر گفت کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد فعلیه بالصوم فانه له وجاء، این بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتن که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد با دست خودش را حرام نکند بلکه وی روزه گیرد. گفتن پیغمبر زیرا روزه گفتن وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این است توصیه پیغمبر خدا برای ما و شما.